سلام به دوستای خوبم. به نظر شما چرا مردها از رابطه با همسرشون دلزده میشن؟ مردی که یه روز عاشقانه برای رابطش میجنگید چرا یه دفعه تصمیم میگیره که دیگه نمیخواد بمونه؟ دلیلش اینه که همیشه تحت انتقاد قرار میگیرن. مرد وقتی تمام تلاشش رو میکنه و هیچ وقت قدر زحمتش دیده نمیشه، کم کم احساس میکنه کاری که انجام میداده کافی نبوده. اون وقت دیگه هیچ دلیلی برای موندن توی رابطه براش نمیمونه. دوم، وقتی احساس میکنه نادیده گرفته شده، وقتی مرد همه چیزش رو برای رابطه میذاره و همسرش فقط به خودش فکر میکنه، اونجا هستش که مرد هیچ جایی برای خودش توی زندگی نمیبینه و همیشه احساس میکنه نیاز اون نادیده گرفته شده و این دیگه برای اون قابل تحمل نیست. سوم، وقتی احساساتش هیچ وقت جدی گرفته نمیشه. وقتی مرد از دلش حرف میزنه، همسرش بهش میگه مرد باش. وقتی نمیتونه احساساتش رو آزادانه بگه و کسی بهش توجه نمیکنه، اونم میره، چون دیگه جایی برای خودش توی رابطه نمیبینه. و چهارم، وقتی هیچ کس قدر زحمتش رو نمیدونه. وقتی مرد هر روز همه چیزش رو برای رابطه میذاره اما هیچ کس نمیگه ممنونم یا قدر زحمتت رو میدونم، احساس میکنه که کاری که انجام میده برای کسی اهمیت نداره. اینطوری مرد دیگه انگیزه‌ای برای موندن توی رابطه پیدا نمیکنه. پس چرا مردها از رابطه میرن؟ نه چون شما رو دوست ندارن، چون احساس میکنن کاری که انجام میدن دیده نمیشه. وقتی احساس میکنن هیچ چیزی برای اونها توی رابطه باقی نمونده، دیگه نمیتونن ادامه بدن و رابطه رو ترک میکنن. اگر از محتوای این ویدیو خوشت اومد، با دوستانت به اشتراک بذار. از تجربه های شخصی خودت بنویس و سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی.